درود. فکر می‌کنی گرگ واقعا میتونه توبه کنه یا فقط دنبال یه شکار تازه است؟ میدونی این مسئله از کجا اومده نقل شده؟ گرگ پیری بود که در دوران زندگیش حیوانات زیادی را خورده بود و به بقیه حیوانات هم زیان زیادی رسونده بود. روزی تصمیم گرفت برای اینکه حیوانات دیگه هم او را دوست داشته باشن، به نقطه دوردستی بره و توبه کنه. به همین قصد به راه افتاد. تو راه گرسنه شد. به اطرافش نگاه کرد. اسبی را دید که در مرغزاری میچره. پیش اسب رفت و گفت: میخوام به سرزمین دوری برم و توبه کنم، اما حالا خیلی گرسنه‌ام. از تو میخوام که تو این راه با من شریک شی. اسب گفت: از دست من چه کاری برمیاد؟ گرگ گفت: اگر خودت را در این راه قربانی کنی، هم من میتونم از گوشتت سیر بشم، هم بقیه از گوشتت میخورن و سیر میشن. اسب برای نجات جان خودش به فکر حیله افتاد. رو به گرگ کرد و گفت: آماده‌ام که در این کار خیر شرکت کنم، اما دردی دارم که سالهای زیادی که اذیتم میکنه. از تو میخوام ابتدا دردم را چاره کنی و بعد مرا قربانی کنی. گرگ جواب داد: دردت چیه؟ اسب گفت: چند سال قبل پیش یک نادان رفتم که سمهایم را نعل بزند، اما نعلبند نعل را اشتباهی روی گوشت پایم زد و این درد منو زجر میده. از تو میخواهم که نزدیک بیایی و زخمهای مرا نگاه کنی. گرگ گفت: بگذار نگاه کنم. اسب یهو پاهایش را بلند کرد و چنان لگد محکمی به سر گرگ زد که گرگ به حال مرگ افتاد. در همان حال گرگ به خودش گفت: آخه پدرت نعلبند بوده یا مادرت، احمق. اسب حالا که نجات پیدا کرده بود با شادی گفت: توبه گرگ مرگه. این ضرب المثل اشاره داره به کسی که در میون مردم به رفتار یا عادت زشتی معروفه، اما در حال حاضر اظهار پشیمانی و ندامت میکنه. همه میدونن که دروغ میگه و حرفش رو باور نمیکنن. بعضیها فقط حرف از تغییر میزنن، اما ذاتشون هیچ وقت عوض نمیشه. تو تا حالا به توبه چه کسی شک کرده ای؟ کامنت کن برام.